درود دوستان، امیدوارم خوب باشین. به این دوره آموزشی خوش آمدید. آرش بهزادی هستم، مدرس زبان انگلیسی و نویسنده کتاب تولد دوباره. در واقع با همکاران و دوستان عزیزم به این نتیجه رسیدیم که کتاب تولد دوباره رو در قالب پکیج آموزشی در پلتفرم‌های مختلف اینترنت برای زبان آموزان به اشتراک بذاریم. بنابراین اجازه بدین چند دقیقه رو راجع به اصلان یا قالب کلی کتاب توضیح بدم. تقریبا 10 سال پیش که شروع کردم و تصمیم گرفتم که این کتاب رو به رشته تحریر در بیارم، تمام عزم و تلاشم این بود که این کتاب کاملا خطی یا لینیر نوشته بشه. منظورم اینه که هر زبان آموز در هر سطحی قادر باشه با پیشروی از هر درسی جملات خودش رو تولید کنه و نه اینکه میلیون ها جمله رو حفظ و یا تقلید کنه. در واقع در این کتاب به شدت سعی شد درسنامه‌ها به صورت پله پله و لینیر طراحی بشن و در دروس اولیه به چگونگی ساخت جملات کوتاه اشاره بشه و هر زبان آموز با پیشروی از هر درسی قادر باشه جملات بلندتر و در نهایت پاراگراف‌های بلند و بلندتر تولید کنه. در اینجا از دوست عزیزم آقای علیرضا فضل‌النژاد که زحمت فیلمبرداری و تدوین کلی این دوره آموزشی رو کشیدن درخواست میکنم که بخش فهرست مطالب در صفحه 4 کتاب به تصویر بکشونه تا من یه مرور اجمالی و توضیح اجمالی از برنامه مدون کتاب خدمتتون ارائه بدم. خب دوستان، همینطور که می‌بینین کتاب در 5 قطعه یا بخش مختلف گردآوری شده. در قطعه اولی کتاب که شامل 14 درس هستش، کلا خواستیم به ساختار کلی جمله در زبان انگلیسی اشاره کنیم. مثلا در درس اول فقط میخوام ببینیم یه جمله در زبان انگلیسی چجوری ساخته میشه. در درس دوم به 9 فعل کمکی که در درس اول اشاره شده خواهیم پرداخت به صورت موردی. در درس سوم به کلی مقاله و پایان‌نامه اشاره شده که میخوام ببینیم کدوم فعل کمکی که در درس اول اشاره شده از بیشترین بسامد و کاربرد در زبان انگلیسی برخورداره. در درس 4، 5، 6 و 7 به طور منظم به 4 نمای زمانی حال اشاره میشه. یعنی حال ساده، حال استمراری، حال کامل و حال کامل استمراری. همینجور که مشاهده میکنید دیگه در این بخش و قطعه کتاب به نماهای گذشته، آینده، آینده در گذشته و مجهول‌ها هیچ اشاره نشده، چون معتقدم نباید همه نماهای زمانی رو با هم کار کرد. 4 تا نمای زمانی وقتی کار میشه، بعد از اون یه سری ساختارها رو باید یاد بگیریم که اینا تو ذهنتون بشینه، بعدش بریم سراغ قطعات بعدی کتاب. در درس 8 همونجوری که می‌بینید دیگه به نمای زمانی گذشته اشاره نشده و قراره چند تا ساختار یاد بگیریم، مثل there is there are. در درس 9 به ساختار going to، در درس 10 به ساختار حروف اضافه و مالکیت‌ها، در درس 11 به ساختار قیود که شامل قیود مکان، زمان، حالت و تکرار هست اشاره می‌کنیم. در درس 12 به انواع درخواست‌ها اشاره میشه. در درس 13 به کلمات استفهامی. در درس 14 که مهمترین درس قطعه اولی کتاب هست، میخوایم به چگونگی تعریف یک کلمه مثل دیکشنری اشاره کنیم. این بخش که تمام بشه در صفحه 121 به قطعه دوم کتاب وارد میشیم. در درس 15 که قطعه دوم کتاب شروع میشه، ابتدا به 4 نمای زمانی گذشته که دقیقاً قرینه نماهای زمانی حال هستن اشاره میشه. یعنی گذشته ساده، گذشته استمراری، گذشته کامل و گذشته کامل استمراری. یعنی دروس 15، 16، 17 و 18. از دروس 19 تا 26 میخوام یه سری ساختار دیگه زبان رو یاد بگیریم، مثل اسامی چی هستن تو انگلیسی. در درس 20 به کمیت نماها یا کوانتیفایرز، این مقوله بسیار مهمی خواهیم پرداخت. در درس 21 به ضمایر اشاره خواهیم کرد، انواع ضمایر. در درس 22 به اعداد اشاره خواهیم کرد. در درس 23 به فعل خیلی مهم و پرکاربرد تو have اشاره خواهیم کرد. در درس 24 به جمله امری. در درس 25 به افعال کمکی می و مایت اشاره خواهیم کرد و همینطور حالت گذشته اونها. در درس 26 به یکی از مهمترین مقولات زبان به نام رابطه‌ها یا کانکترز خواهیم پرداخت که نمره بسیار بالایی در آزمون‌های جامعه مثل آیلتس و تافل خواهد داشت. این قطعه از کتاب که تمام بشه وارد قطعه سوم کتاب میشیم که قرار نماهای زمانی آینده رو کار کنیم، یعنی آینده ساده، آینده استمراری، آینده کامل، آینده کامل استمراری. باز هم بعد از اتمام این نماهای زمانی آینده وارد زمان دیگه نمیشیم و قرار یه سری ساختارا رو بخونیم. مثلا در درس 31 به ساختار سوالات ضمیمی اشاره خواهیم کرد. در درس 32 به ساختارهای مهمی مثل هفته و had better اشاره خواهیم کرد. در درس 33 به اسم مصدر و مصدر اشاره خواهیم کرد که مقوله بسیار مهمی هستش. در درس 34 به 2 تا ساختار خیلی مهم یعنی used to و get used to اشاره خواهیم کرد. در درس 35 به 2 ساختار خیلی مهم یعنی would rather و supposed to اشاره خواهیم کرد. در درس 36 که به نظرم یکی از پر ابهام ترین دروس برای زبان آموزا تو همه جای جهان هست، به ریشه کلمات، پسوندها و بیشوندها اشاره خواهیم کرد. دوستان این درس به شدت میتونه به شما در پیش بینی معنی یک کلمه جدید کمک کنه، پس این درس رو خیلی جدی بگیرید. درس 37 به مقوله مهم صفات خواهیم پرداخت. در درس 38 به صفات وصفی میپردازیم. همینطور لابلاش
به مقوله مهم اینتنسیفایرز یا تشدید کننده هم خواهیم پرداخت و در درس 39 به ساختار دو تا ساختار خیلی مهم به نام ایدر و نیدر خواهیم پرداخت. همینجور که می‌بینیم بچه‌ها هر چی درست دارن پایین‌تر میان به ساختار پیچیده‌تر و قامزتری میرسن تو زبان. میخوام بگم درسنامه بر اساس مقوله گریدینگ نوشتم. تو کتاب توضیح دادم، یعنی هر چی درس‌ها میاد پایین‌تر سخت‌تر نیستن، برای شما کمتر شنیده شدن و در واقع از سطوح بالاتر زبان برخوردارن. در قطعه 4 کتاب که از درس 40 تا 50 ادامه خواهد داشت، به 4 نمای زمانی آینده در گذشته اشاره خواهم کرد. خود من در هیچ نمونه کتاب داخلی و حتی خارجی ندیدم که به این زمان‌ها اشاره کنند و از نمونه‌های خیلی قدیمی از منابع خیلی قدیمی، حتی اینترنت، حتی فیلم‌ها، حتی از دوستان خارجی سوال کردم این نمای زمانی و نوشتم تو این کتاب. بنابراین خیلی از بسامد کمتری برخوردارن، ولی در کتاب اشاره شدن که کتاب ناقص نشه. از درس 44 تا 50 به یه سری ساختار دیگه زبان اشاره شده. مثلا در درس 44 به ساختار آی ویش و آی هوپ اشاره شده. در درس 45 به ساختار ایف و همینطور ودر اشاره شده. در درس 46 به مقوله خیلی مهم به نام نقل قول مستقیم و همینطور نقل قول غیر مستقیم اشاره شده. در درس 47 به حرف تعیین د اشاره شده. در درس 48 به وجوه وصفی اشاره شده. در درس 49 به جملات شرطی به طور کامل اشاره شده دوستان. این درس خیلی حائز اهمیته، چه در امتحان کنکور چه در آزمون‌های جامعه مثل توفل و آیلتس. و در درس 50 به یکی از مهمترین ساختارهای زبان و یکی از مهمترین و یکی از پرکاربردترین ساختارهای زبان به نام phrasal verb یا افعال عبارتی پرداختیم. در واقع استفاده درست از این افعال سطح بالای زبانی شما نشون میده، چه میگم در امتحانایی مثل توفل و آیلتس و چه در کنکور و چه در مکالمه شما. و در نهایت به قطعه پایانی کتاب میرسیم، یعنی قطعه 5 کتاب. در این قطعه فقط و فقط به 16 نمای زمانی مجهول پرداختم و به هیچ ساختار دیگه اشاره نکردم. در واقع تنها قصد من این بود که به صورت موردی و به ترتیب اگه به دروس 4 5 6 و 7 نگاه کنین متوجه میشین که به نماهای معلوم حال اشاره شده و به ترتیب در قطعه 5 کتاب، یعنی در دروس 52 53 54 و 55 به نماهای مجهول حال اشاره شده، یعنی به ترتیب کتاب اشاره کردم. و همینطور دروس 15 16 17 و 18 که نماهای معلوم گذشته هستن، در دروس 56 57 58 و 59 به نماهای مجهول گذشته پرداختم و به ترتیب تا آخر. و این هست این برنامه مدونی که خدمتتون گفتم برای یادگیری زبان و یه سری توضیحات دیگه هست که خدمتتون ارائه خواهم داد. خب دوستان عزیز، الان بهتره چند دقیقه راجع به نحوه مطالعه شما در خونه با این کتاب رو اشاره کنم. در واقع شما باید روزی نیم ساعت رو برای هر درس اختصاص بدین، حتی اگه مطمئنین اون درس رو واقعا مسلط هستین. و چون نظریه زیادی راجع به یادگیری زبان دوم هستش، اما زبانشناسای بزرگی مثل آقای نام چامسکی تقریبا 3-4 دهه‌ای هست که این ذهنیت اشتباهی که یادگیری زبان دوم یا هر زبانی به میزان IQ یک فرد هست رو نقض کردن. بنابراین برای یادگیری زبان فقط نیاز به میزان زمان و انرژی که میذارید هستش. و در آخر مثل ابتدای همه کلاسام که میخوام شروع کنم، باید یه جمله خیلی معروف از آقای بنجامین فرانکلین بگم که رئیس جمهور آمریکا بودن. ایشون قبل اینکه رئیس جمهور آمریکا بشه معلم ریاضی فیزیک بودن. یکی از دوستاشون میاد خونهشون و میبینه که بچه‌ها با شور و شیقه خیلی وافری میان سر کلاس‌ها. به آقای فرانکلین میگه چجوری اینقدر خوب کار میکنی، با چه روش تدریسی که بچه‌ها انقدر مایلن به این دو تا درسی که خیلی خشک و در واقع کسل کننده هستن. ایشون این جمله تاریخی رو میگه که زندگی خیلی‌ها مثل منو تو این حوزه تدریس تغییر داد. من که از تدریس متنفر بودم. ایشون گفت tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. یعنی خطابش میگه tell me and I forget، میگه شما به همون دوستش میگه شما معلم هر درسی باش، اگه بتونی من دانش آموز اون درس رو بهم حالت گفتمان باشه بگی I forget، خیلی زود فراموش میکنم. teach me and I remember، یعنی هر معلم باش تو هر حوزه درسی، اگه هر درسی با حالت تدریس به من آموزش بدی به زور حفظش میکنم، مثل مدارس ایران متاسفانه. اما میگه خط آخرش که مهمترین خطش هست، میگه involve me and I learn. اگه شما معلم بتونی من دانش آموز رو درگیرم کنی، به راحتی هر زبان که سهله، هر علمی، اما از فیزیک، شیمی و علم‌های دیگه میتونم یاد بگیرم. منظورم اینه که دوستان این جمله رو گفتم برای این بیان کردم که شما باید در واقع درگیر زبان انگلیسی بشین اگه بخواید به اون مسلط بشین. نمیشه خیلی سطحی اون رو یاد بگیریم و فقط به یک کتاب، مثلا مثل کتاب من و
کتاب دیگه بسنده کنید. باید درگیر اون زبان دوم بشین. در واقع به قول یکی از زبانشناسای بزرگ میگه باید حتی انگلیسی فکر کنید. اگه میخواین زبان آلمانی یاد بگیرید باید به آلمانی فکر کنید در طول روزتون. فقط منظورم با کتاب نیست، منظورم که باید درگیر اون زبان بشین اگه بخواید به اون زبان مسلط بشین. خب دوستان عزیز، بیش از این زیاده گویی نمی‌کنم و بریم هر چه سریعتر سراغ درس اول. همونجوری که در تصویر می‌بینین درس اول فقط راجع به ساختار جمله هستش. می‌خوام ببینیم یه جمله انگلیسی در زبان انگلیسی چجوری ساخته میشه. توی پاراگراف اول درس نوشتم بیش از 7000 زبان در جهان وجود داره. هر زبانی ساختار مختص به خودش داره. یادتون باشه دوستان، تمام جملات انگلیسی فقط مختص این درس نیست. تمام جملات از این ساختار پیروی می‌کنن تو زبان انگلیسی. فاعل، فعل کمکی و فعل اصلی. یعنی بدون استثنا همه جمله که قرار بسازی با این ساختار شروع خواهد شد. فاعل، فعل کمکی و فعل اصلی. الان تو کتاب همونجوری که اشاره کردم کاملا پله پله نوشتم. فقط میخوام قبل اینکه به فاعل، فعل کمکی و فعل اصلی بپردازیم به ترتیب، میخوام ساختار چند تا زبان مشاهده کنیم که هر زبان چجوری ساخته میشه. یه زبانشناس بزرگی به نام آقای گرینبرگ سال 1963 به مبحث گونه شناسی در زبان پرداخت. این گونه شناسی یعنی هر زبان چجوری ساخته میشه کلا. الان تو زبان زیبای ما، یعنی زبان پارسی که به نظر غنی‌ترین و کامل‌ترین زبان جهان هستش، جمله میتونه با فاعل شروع بشه، مثل من دوستت دارم. میتونه با فعل شروع بشه، دوستت دارم من. میتونه با صفت شروع بشه، خیلی دوستت دارم. میتونیم فاعل بیاریم آخر جمله، دوستت دارم من. یعنی زبان بسیار غنی و خیلی نامحدودی هستش. در زبان عربی در مثال دوم همین جمله دوست دارم اشاره کردم. زبان عربی در واقع ساختارش اینجوری هستش: VSO، یعنی جمله با فعل باید شروع بشه، فاعل بهش میچسبه یعنی سابجکت، و آبجکت یعنی مفعول بهش میچسبه اون دو تا قبلی. یعنی احبه یعنی فعل دوست داشتن، میتونه فاعل به این فعل بچسبه، یعنی با فعل جمله شروع میشه. مثلا هو، هما، هم، احب هو، احب هما، احب هن، احبک، احبتم. این فعل اول جمله فاعل بهش میچسبه. زبان ماداگاسکاری هم به همین صورت با فعل شروع میشه، بعد مفعول بهش میچسبه، بعد فاعل، برخلاف عربی. اما زبان انگلیسی که زبان هدف کلا این پکیج آموزشی و این کتاب هستش، ساختارش اینجوری هستش: SVO یعنی سابجکت، فاعل، فعل و مفعول. ما کل دغدغه ما باید روی این ساختار باشه، چون زبان هدف ما هستش. همونجوری که بالا نوشتم، جمله با فاعل، فعل کمکی و فعل اصلی شروع شه. بنابراین ما از امروز میخوایم به ترتیب از این دوره آموزشی میخوایم به ترتیب به ساختار جمله بپردازیم و بریم جلو. همونجوری که گفتم از جملات کوتاه شروع کنیم به پاراگراف‌ها بلند ختم بشه. خب دوستان عزیزم، بریم سراغ رکن اول جمله. گفتیم تمام جملات باید با فاعل شروع شه یا ضمیر فاعلی. خیلی مختصر میگم برای اینکه زمانو ذخیره کنیم و هدر ندیم. فاعل یعنی کننده کار. شما خودتون تو کتاب میتونید کامل توضیح دادن بخونید. یعنی کسی کاری انجام میده، کننده کار در واقع. تمام فایل ها رو در صفحه 7 کتاب نوشتم، کل 8 ضمیر فاعلی. تمام جملات انگلیسی با یکی از این 8 فایل باید شروع بشه دوستان. یعنی I، من، you، تو، he اون پسر، she اون دختر، it اون اشیا یا حیوان. این it مهمترین فایل ماست دوستان، چون میلیاردها اشیا و میلیاردها حیوان داره. سه تا بعدی هم جمع هستن: we یعنی ما، you یعنی شما و they یعنی آنها. یه سوال خیلی مرسوم اینه که چرا دو تا you توی فایل ها داریم؟ این یو دوم دوستان، یعنی دوم شخص مفرد، معنی تو رو میده، برای یکی بعد به کار بیاد. تو جمله مشخصا شما متوجه این موضوع خواهید شد. مثلا میگه you are a student، تو دانش آموز هستی، چون student مفرد بوده. ولی وقتی میگه you are students، یعنی شماها دانش آموز هستید. این فقط یک مثاله، شما میتونید مثالهای متعددی رو مشاهده کنید و به تفاوت موضوع پی ببرید. پس تمام جمله باید با یکی از اینها شروع بشه. یادتون باشه دوستان: I، you، he، she و it، we، you، they. نکته مهم اینه که همونجوری که گفتیم تو زبان فارسی، چون زبان بسیار غنی و نامحدودی هستش، میشه جمله با فاعل شروع بشه، میشه نشه. مثلا این مثالی که اینجا مشاهده میکنید تو فارسیش میشه میتونم تلاش کنم، ولی در زبان انگلیسی حتما باید بگیم I can try. به فعل کمکی can چند دقیقه دیگه خواهیم پرداخت. یادتون باشه الان فقط دغدغه اصلی من فاعلی که جمله با این باید شروع بشه. تو زبان فارسی میگیم میتونی تلاش کنی یا تو میتونی تلاش کنی، فرقی نداره. ولی در زبان انگلیسی حتما باید گفته بشه you can try، نمیتونی can try. you can try. پسره میتونه تلاش کنه، این قسمت حتما باید بگیم he can try. دختره میتونه تلاش کنه، she can try. اون حیوانه میتونه تلاش کنه، it can try. ما میتونیم تلاش کنیم، we can try. میتونن تلاش کنن یا آنها میتونن تلاش کنن، they can try.
و این نکته خیلی مهم راجع به هی و شی و ایت این هستش که 3 تا او توی زبان انگلیسی داریم، یعنی 3 تا سوم شخص مفرد، هی، شی و ایت. از معدود زبان‌هایی در جهان بین 7000 زبانی که خدمتتون گفتم که خدا رو شکر تفکیک جنسیتی هیچ وقت نداشته، زبان پارسی بوده. ما تو پارسی نمیگیم اون پسر آدم خوبیه، اون دختر آدم خوبیه، اون حیوانه خوبه. میگیم فرد خوبیه. مثلا اگه برای انسان بخوایم به کار ببریم، نمیگیم اون دختر آدم خوبیه، نمیگیم اون پسر دوست منه، اون دختر دوست منه. ولی در قریب یقین زبان‌ها شما برای اینکه جمله بسازین بعد جنسیت طرف مقابل مشخص کنی که پسر هستش یا دختر هستش. به عنوان مثال در زبان فرانسه شما برای بیان هر اشیایی بعد جنسیتش رو مشخص کنید. بعضی اشیا پسرن، بعضی اشیا دخترن. زبان آلمانی هم تقریبا همین و اکثر زبان‌ها همینجوری هستش. ولی در زبان انگلیسی که میگم زبان هدف ماست، باید جنسیت با هی و شی و ایت مشخص کنید در واقع. اگه بخوام مثال دیگه بزنم، با فعل کمکی can و فعل اصلی help هستش. مثلا میتونم کمک کنم I can help. میتونی کمک کنی you can help. اون پسر میتونه کمک کنه he can help. اون دختر میتونه کمک کنه she can help. اون اشیا یا اون حیوان مثلا میتونه کمک کنه و بگیم it can help. ما میتونیم کمک کنیم we can help. شماها میتونید کمک کنید y'all can help یا you can help. تو جمله مشخص میشه از ادامه بعد قبلش در واقع. و اونها میتونن کمک کنن they can help. بازم میخوام بگم جمله باید با فاعل شروع بشه. میگم زبان انگلیسی این ساختار زبان انگلیسی هستش، بس ما نه زبان مادریمون رو به زبان هدف ترجمه کنیم و اون ارائه بدیم در واقع. چند تا نکته راجع به فاعل نوشتم در ادامه صفحه 7 و صفحه 8 که خودتون بخونید برای اینکه زبان رو هدر ندیم. نکات مهمی هستش و میتونید به راحتی یاد بگیریم. همونجوری که گفته شد ساختار زبان انگلیسی اینگونه ساخته میشه: فاعل، فعل کمکی و فعل اصلی. بریم سراغ دوم رکن جمله و مهمترین رکن جمله به نظرم تو زبان انگلیسی، یعنی فعل کمکی. در این صفحه یعنی صفحه انتهای صفحه 8 نوشتم مهمترین رکن زبان انگلیسی به نظرم فعل کمکی هستش. به سالها روی این موضوع فکر کردم، دیدم متاسفانه مؤسسات و کلا مدارس و کلا مکانهای آکادمیک خیلی توی زبان انگلیسی به همه مقوله اشاره کردن، اما به کمترین موضوعی که اشاره میکنن به همین فعل کمکی است که از قضا به نظرم مهمترین رکن زبان هستش و خیلی از بچه‌ها باش دچار مشکل هستن. به نظرم اگه بچه‌ها به درک مناسبی از این مقوله برسن خیلی کارشون راحت میشه و میتونن جمله خودشون رو تولید کنن، جنریت کنن و فقط حفظش نکنن. اینجا نوشتم فعل کمکی در کل مکمل فعل اصلیه. 3 تا کار خیلی مهم داره. یکی منفی میکنه، همونجوری که در تصویر میبینید. یکی از نقشه دیگه‌اش ساری کردن جمله است و از همه مهمتر برای تغییر دادن زمان افعال استفاده میشه. یعنی این فعل کمکی دوستان زمان فعل بعدیشو نشون میده، یعنی زمان فعل اصلی بعدیشو نشون میده. همینجوری که مشاهده میکنید گفتیم جمله اینجوری ساخته میشه: فاعل، فعل کمکی، فعل اصلی. این فعل کمکی دوستان زمان این فعل بعدیشو نشون میده. این نکته خیلی نکته حائز اهمیتیه. الان توی مثال‌ها بهش خواهیم پرداخت. همونجوری که گفتیم اینجا اشاره کردم دوستان 21 فعل کمکی در زبان انگلیسی وجود داره. 21 فعل کمکی در اینجا نوشتم. البته توضیح دادم هر زبانشناس و هر متخصص گرامر یه تعدادی از اینا رو بیان کرده. تو خیلی از منابع گفتن 15 تا فعل کمکی هست، تو بعضی منابع گفتن 13 تا هست، تو بعضی گفتن 20 تا هست. بعضی هم مثل آقای پرکینز که یه زبانشناس هستن در سال 1983 گفتن این سه کلمه هم فعل کمکی هستن، یعنی have to، dare و need to، که ثابت شده اینا ساختار هستن و فعل کمکی نیستن چون خودشون منفی و سالبی نمیشن که در جلوتر به تک تک اینا خواهیم پرداخت. بس در کل یادتون باشه 21 فعل کمکی داریم دوستان و نکته مهم اینه که این 21 فعل کمکی فقط در هر جمله یکیش از اینا به کار میره. شما جمله نمیتونید پیدا کنید که شامل 2 تا فعل کمکی باشه، چون این در این صورت جمله‌ای که بیان می‌کنید داره 2 زمان خواهد بود. الان صفحه بعد که فعل کمکی برسیم کاملا متوجه خواهید شد. بریم صفحه 9 که به نظر مهمترین صفحه کتاب ما هستش دوستان. لطفاً اون نیم ساعتی که هر روز به من قول دادین رو که مطالعه کنین، روزی نیم ساعتش رو دوستان، روزی چند دقیقه از اون نیم ساعت حتما به این صفحه 9 اختصاص بدین، چون به نظر کل زبان انگلیسی هستش. خب این صفحه 9 من کوچیکش کنم براتون که راحت‌تر بشه. بعد همونجور که مشاهده می‌کنید دوستان 21 فعل کمکی به ترتیب اشاره کردم. نکته مهم این هستش که دوستان من در این درس فقط به صورت جزئی به این اشاره کردم و فقط خواستم پیش زمینه به شما بدم و وقتی اینکه این درس تموم بشه به تک تک اینا به ترتیب هر درس اشاره خواهیم کرد. مثلا این نوت‌ها رو نگاه کنید: can, could,
am is are was over must should shall ought to. این نوت‌ها رو تو درس بعد کامل به صورت موردی روشون خواهیم پرداخت. پس فقط الان اینا فقط پیش زمینه‌ای بر درس‌های بعدی ما هستن، چون قرار شد پله پله بریم جلو. بریم سراغ اولین فعل کمکی که بسیار مهمه. فعل کمکی کن هستش، یعنی توانستن، مصدرش میشه توانستن. تو جمله وقتی به کار بره اینجوری معنی میشه: میتونم این کارو کنم، میتونی شما این کارو کنی، اون پسره میتونه این کارو کنه. کلا اینجا نوشتم برای بیان توانایی به کار میره دوستان این فعل کمکی. مثلا من الان جمله‌ای میسازم با یه فعل خیلی محدودی، شما بی زحمت ترجمهش کنید. من جوابشو نمیگم، شما دوستان و همکار عزیزم آقای علیرضا بعداً به صورت زیرنویس بعد از چند ثانیه زیرنویس میکنه برای شما. I can drive. You can drive. He can drive. She can drive. It can drive. We can drive. و they can drive. فعل بعدی با همین فعل کمکی فعل write هستش، یعنی نوشتن که جلوتر خواهیم خوند. I can write. You can write. He can write. She can write. It can write. We can write. و they can write. گذشته این فعل کمکی can میشه فعل کمکی could دوستان. could نوشته میشه ولی could خونده میشه. یه سری حروف هست توی زبان انگلیسی و هر زبانی به نام حروف ساکن. این حروف نوشته میشن ولی به دلایلی که زیاد مشخص نیست که ریشه از جامعه شناسی و فرهنگ و حتی روانشناسی میتونه داشته باشه تغییر کردن مرور زبان. بس ساکن هستن، یعنی نوشته میشن ولی خونده نمیشن. کود میشه بیان توانایی در گذشته، یعنی این کارو میتونستم بکنم، شما میتونستی بکنی، فلان کارو اون پسر میتونست. به ترتیب فعلا تغییر میکنه. I could drive. You could drive. He could drive. She could drive. It could drive. We could drive. و they could drive. فعل بعدی هم بود write. I could write. You could write. He could write. She could write. It could write. We could write. و they could write. و میخوام یه فعل دیگه هم به این دو تا فعل کمکی اضافه کنم تا به تفهیم بهتر شما کمک کنه. فعل play یعنی بازی کردن. I can play. I could play. همونجوری که مشاهده میکنین اولی میشه میتونم بازی کنم، دوم میشه میتونستم بازی کنم. حالا شما میتونید خونه اون روزی نیم ساعت رو فعالاشو تغییر بدین. I can play, you can play, he can play. I could play, you could play, he could play. و میلیون ها مثال دیگه. بریم سراغ سه فعل کمکی بعدی، یعنی am و is و are به معنی هستن. هر سه یه معنی میدن دوستان ولی با فعال مختلف اعمال میشن، یعنی I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are که در درس 2 و صفحه 19 کامل بهش خواهیم پرداخت. و فقط توی مثالی که الان میخوام بزنم با am به کار میارم که از ابهام شما جلوگیری کنه. I am football player. I am from Bawarsa. I am a student. I am آرش بهزادی و مثال های دیگه. یه مرور کنیم به طور کلی. I can drive. I could drive. I am driver. I can write. I could write. I am writer. بریم سراغ دو فعل کمکی بعدی، یعنی was over به معنی بودن. هر دو تا به معنی بودن هستن که مثل امویزار گذشته شدن و یعنی گذشته امویزار هستن ولی مثل امویزار با فعال مختلف بیان میشن که همون صفحه 19 کامل اشاره کردم و بنابراین فقط توی مثال این صفحه فقط با was میخوام مثال بزنم که شما گمراه نشین. I was happy last night. خوشحال بودم. حالا من خوشحال هستم. I am happy right now. I am writer. I was writer. I am football player. I was football player. I am hungry. I was hungry. بس فقط معنی بودن رو میدن این دوتا. یه مثال کلی بزنیم. I can write. I could write. I am writer. I was writer.
بریم سراغ دو فعل کمکی بعدی، یعنی must و should. به معنی باید. صفحه بعد اشاره کردم، صفحه 10. هر دو معنی باید رو میدن دوستان، اما must زمانی به کار میبریم که الزام داشته باشه. باید این کارو کنم. should الزامش کمتره. باید این کارو کنم. الزامش خیلی کمتره. مثلا I must drive right now. الان باید رانندگی کنم. I should drive. باید رانندگی کنم. I must write a book. I should write a book. I must talk to you. I should talk to you. پس هر دو معنی بایدن، اما درصد بالا و پایینتری داره. بریم سراغ دو فعل کمکی بعدی، یعنی shall و ought to. کسایی که زبان انگلیسی رو به لهجه انگلیسی یا بریتیش میخوان یاد بگیرن، به این میگن shall و به این میگن ought to. ولی لهجه ما که لهجه آمریکایی هست میگیم shall و ought to. نکته مهم اینه که این دو فعل کمکی منسوخ شدن اگه معنی باید رو بدن تو خود نزد انگلیسی زبان ها. چندین دهه است که منسوخ شده. بنابراین من تو کتاب نوشتم ولی روشون کار نمی‌کنیم، برای اینکه کتاب ناقص نشه اشاره شده. البته اینم باید بگم که شل معنی کاربرد زیادی داره که تو هر درس بینا خواهیم پرداخت، ولی الان تو این درس فقط معنی میبایست رو میده که خود انگلیسی ها حذف کردن و ما هم روش کار نمی‌کنیم در واقع. بریم دو فعل کمکی بعدی که مهمترین فعل کمکی هستن. do does معنی می رو میدن. اگه همونجوری که مشاهده می‌کنین از do does برای کار روزمره استفاده میشه. قبل اینکه این معنی می و کلا فعل کمکی do does اشاره کنم، بعد بریم صفحه 18. صفحه 18 کتاب که من براتون میارم. در صفحه 18 دوستان بخش اولش یعنی همون بخش بالایی نوشتم باید به فعل‌های primary auxiliary verbs اشاره کنیم. همونجوری که مشاهده می‌کنید این سه فعل کمکی دوستان، فقط این سه تا فعل، یعنی do does، have و has و فعل to be یا فعل be، تنها افعالی هستن بین هزاران فعل انگلیسی که دو تا کاربرد دارن، هم فعل کمکی میتونن باشن هم فعل اصلی. تو مثال قبلی چندین مثال زدم از write، play، drive، اونها همه فعل اصلی هستن. این کلمات که می‌بینین هم فعل کمکی میتونن باشن هم فعل اصلی. بنابراین دو تا معنی دارن دوستان. الان می‌خوایم به do does که همون صفحه 9 هست بپردازیم. بریم صفحه 9 بی زحمت. بنابراین دوستان do و does که فرقش رو در درس 4 کامل میخونیم، هر دو معنی میان اگه به اون فعل کمکی بیاد. نگاه کنیم مثلا به عنوان مثال هر روز صبح از خواب بلند میشم، کار روزمره نشون میده. به فعل بلند شدن کلمه می اضافه شده. I do wake up every day مثلا at 7 o'clock. هر روز دستوراتمو میشورم. I do wash my face. هر روز رانندگی میکنم. I do drive. جلوتر میخونیم دوستان do does و did تو جمله حذف میشن. فقط یادتون باشه به معنی می میده do does. اگه بخوام به صورت مورد اشاره کنم، فرقش رو با کم بگم کارتون خیلی راحت میشه. برای منفی کردن جلوتر میخونیم. وقتی میگم I can't drive یعنی نمیتونم رانندگی کنم، تواناییشو ندارم، اون فعل کمکی اولی. ولی وقتی میگیم I don't drive میگه رانندگی نمیکنم، یعنی همون کار روزمره رو میخواد بگه انجام نمیدم. شاید بلد باشه رانندگی کنه ولی این کارو هر روز نمیکنه. وقتی میگه I can't write یعنی نمیتونم بنویسم، ولی وقتی میگه I don't write نمینویسم، هر روز خاطراتمو نمینویسم، کارهای شخصیمو نمینویسم، کتاب نمینویسم. I can't cook یعنی نمیتونم آشپزی کنم. I don't cook هر روز آشپزی نمیکنم. شاید بلد باشه آشپزی کنه ولی هر روز این کارو نمیکنه. پس خیلی فرق هست بین can't و don't و به طور کلی can و do. و آخرین مثال شما معنی کنیم بزنید. I can't play football و I don't play football. پس خیلی فرق هست بین این دو تا. بریم سراغ فعل کمکی بعدی به نام did. این دیدم گذشته do does هستش دوستان و از قضا دومین فعل مهم کمکی انگلیسی هستش که تو درس 3 اشاره کردم. 28% توی جملات انگلیسی به کار میره، بس خیلی های اهمیته. این فعل کمکی did دوستان در واقع تو زبان زیبایی ما پارسی فعل بعدش رو به انتهای فعل به ام ختم میکنه. دیروز غذا خوردم، دیروز اونجا نشستم، دیروز فلان کارو کردم، دیروز آشپزی کردم، دیروز مدرسه رفتم، دیروز کار کردم، دیروز صحبت کردم با فلانی. همه فعلا با ام ختم میشه تو زبان زیبای ما. به این دو تا رو مرور کنیم دوستان. I do drive. I did drive. I do write a book. I did write a book. I do play football. I did play football. از خیلی فرق هست بین do does و did، یعنی زمان حال و گذشتهشون. بریم فعل کمکی بعدی که همونطور که صفحه 18 رو دیدیم جزء فعلایی بود که هم فعل کمکی میشن هم فعل اصلی و متاسفانه و صد افسوس فقط توی ایران به عنوان فعل اصلی به ما معرفی کردن که معنی داشتن و بودن 10 تا معنی دیگه میده.
که اون رو در درس‌های آتی می‌خونیم. اما وقتی به عنوان فعل کمکی به کار بره، و اینم باید بگم سومین فعل مهم کمکی هستش تو انگلیسی، به معنی هو میده. یعنی بیان تجربه ها رو اشاره میکنه. میخوام بگم شما میخواید وقتی تو زبان زیبای ما یه تجربه رو بیان کنیم، با هو معمولا بیان میشه. به فلان جا سفر کردم، فلان کتابو خوندم، فلان فیلمو دیدم، با فلانی صحبت کردم، فلان غذا رو درست کردم. حالا خودمونیش میشه مثلا فلان جا سفر کردم، ولی رسمی ترش کرده امه در واقع، یا کتابی ترش. بنابراین اگه مثال بزنم فکر کنم بهتر براتون تفهیم بشه. I do drive. I did drive. I have driven. بعدم میخونیم درس 6 کامل. بعد حواس قسمت سوم فیلم میاد که چند دقیقه دیگه هم اشاره خواهیم کرد یک به صورت جزئی بهش. مثال بعدی I do write a book. I did write a book. I have written a book. یعنی کتاب نوشته هم. خیلی فرق هست دوستان. درس 6 ابتداش نوشتم. وقتی میگیم از دید استفاده میکنیم یا قسمت دوم فعل که امروز میخونیم تو جمله دی مثل دودات حذف میشه. وقتی از دید استفاده میکنیم باید زمان دقیق بیاریم. مثلا I did write a book last year. پارسال کتاب نوشتم. ولی وقتی میگیم I have written a book زیاد زمان در اولویت نیست. کتاب نوشتم، تجربه رو داره میگه. گذشته هواز میشه دوستان had. اگه دقت کنین دقیقاً قرینش هم تو فارسی گذشتهشه. این کارو کردم با هواز به کار میاریم. این کارو کرده بودم. تو فارسی یا عربی بهش میگیم ماضی بعید، یعنی گذشته دور در واقع. برای بیان گذشته دور به کار میره. که خیلی کم به کار میره. من تو کتاب نوشتم ولی اساساً زیاد کاربردی نداره. اگه بخوام مثال بزنم I have seen this movie. این فیلمو دیدم. I had seen this movie. این فیلمو دیده بودم. I have gone to بابرسر. به بابرسر رفتم. I had gone to بابرسر. به بابرسر رفته بودم. گذشته دورتر از دید هستش در واقع. علاوه بر این تجربه هم نشون میده. بریم سراغ دو فعل کمکی بعدی. may و might. may و might هر دو به معنی شاید هستش. اما وقتی میگیم may یعنی درصد بالای از احتمال وقوع فعل هستش. ولی might احتمال کمتری داره. I may travel. شاید سفر کنم. I might travel. شاید سفر کنم. معنی ممکنه میتونیم بهشون بدیم. مثلا I may write a book. ممکنه کتاب بنویسم. I might write a book. ممکنه شاید کتاب بنویسم. درصدش پایین‌تره. وقتی شما استفاده درست از اینو داشته باشین، طرف مقابل متوجه میشه که احتمال بالایی داره فعل شما اتفاق بیفته یا درصد پایین‌تری داره اتفاق بیفته. یه مرور کلی کنیم با هم چند فعلی که داشتیم. I can drive. I could drive. I am driver. I was driver. I must drive. I should drive. I do drive. I did drive. I have driven. I had driven. I may drive. I might drive. همونجور که می‌بینین و همونجور که گفتیم فعل کمکی مهمترین کاربردش اینه که در واقع مهمترین نقشش اینه که زمان جمله ما رو تغییر میده. میتونم رانندگی کنم، میتونستم رانندگی کنم، راننده هستم، راننده بودم، باید رانندگی کنم، رانندگی میکنم هر روز، رانندگی کردم دیشب، رانندگی کردم، قبلا رانندگی کرده بودم، شاید رانندگی کنم و شاید رانندگی کنم. فعل کمکی بعدی هست will و اینم اشاره کنم دوستان ما در حال حاضر فقط داریم خیلی جزئی روشون کار میکنیم. فقط میخوام شما یه آشنایی کلی با معنیشون داشته باشین. در درس‌های آتی به طور کامل رو هر دست روی یکی از اینا کار میکنیم که ملکه ذهن شما بشه و یه سری استثناء و کاربردهاش هم با هم کار میکنیم چون بعضیاشون کاربرد دیگه هم دارن. نه فقط کاربرد اصلی به اون فعل کمکی در این لحظه دارم به شما میگم. حتی مثلا امویزار میتونه مجهول بشه، بازواری میتونه، همینا میتونه مجهول بشن ولی یه ذره معنیش تغییر میکنه که در آینده خواهیم خوند ان شاء الله. قطعه 5 کتاب کلا توضیح دادن راجع به زبان‌های مجهول 16 مجهول کامل اشاره کردم. فعل کمکی بعدی هست will یعنی این کارو خواهم کرد. آینده رو نشون میده برای بیان اقدامات در آینده. I will drive. You will drive. He will drive. She will drive. It will drive. We will drive و they will drive. زمان آینده نشون میده. از همین الان به بعد، یه دقیقه بعد، یه روز بعد، یه سال بعد این کارو خواهم کرد. شما این کارو خواهی کرد. بخوام مثال بزنم I will write a book. I will talk to you. I will play football. و هزاران مثال دیگه. شما هر فعلی بلد هستین باید با اینها انقدر بازی بدین که بتونین جمله درست در بیارین. و فعل کمکی آخر هست would. تو بخش 4 کتاب کامل روی این کار کردیم.
الان فقط خیلی جزئی میخوام روش کار کنیم. تنها فعل کمکی که هم آینده رو نشون میده هم گذشته. ما چنین فعل کمکی تو فارسی نداریم، حداقل توی قواعد زبان فارسی هر چقدر که میشه معنیش کرد. وقتی این به کار میره یعنی هم ترکیبی از می و ام حاصل میکنه تو معنی جمله. معمولا با جمله شرطی میاد. البته اینم بگم تو درس 12 به عنوان درخواستا خیلی از این استفاده میشه. Would you please, would you like, would you mind و ساختار دیگه. ولی هم به عنوان فعل کمکی که زمان رو نشون میده معنی می و ام میده که بیشتر با جمله شرطی به کار میره. مثلا if I had money I would travel to Spain. اگه پول داشتم سفر میکردم. یه مرور کنیم این دو تا فعل کمکی که شبیه این هستش. I do travel، سفر میکنم هر روز. I did travel، سفر کردم. حالا این بوده ترکیبی از do و did هستش در واقع، یا ترکیبی از will و did هستش. if I had money I would buy piano. اگه پول داشتم پیانو میخریدم. می و ام در انتهای اون فعل اصلی. بس این شد 21 فعل کمکی دوستان. میگم هر روز لطفاً میخوایم مطالعه کنین روزی 30 دقیقه هر درس کتابو 2-3 دقیقه از اون 30 دقیقه به ابتدای این درس 9 اختصاص بدین، چون به نظرم کل زبان انگلیسی این فعل‌های کمکی هستن. در بخش پایین این درس به دو دسته helping verbs که یعنی فعل کمکی هستن اشاره کردم، یعنی auxiliary verbs و modal verbs که برای زبان آموزا زیاد مهم نیست فرقشو بدونن. نوشتم اینجا اشاره کردم و مدرسان اینجا رو بخونن خیلی بهشون کمک میشه، چون دیدم متاسفانه حتی همکارای عزیزم تفاوت این دو تا رو نمیدونن. در صفحه 10 یعنی صفحه بعد با فعل اصلی travel یعنی سفر کردن و فعال آی فقط یعنی فعال من 21 مثال نوشتم که شما معنیاشو میتونید بخونید و من هم فعل کمکی فارسی و هم انگلیسی رو با هایلایت کردم با رنگ زرد، یعنی معنیاشو همیشه ثابت تغییر نمیکنه. بریم سراغ صفحه 10. گفتم با فعل اصلی travel 21 فعل کمکی رو اعمال کردم. مثال اول I can travel to Spain. من دیگه معنی نمیکنم که شما دیگه کم کم انگلیسی فکر کنید و فارسی رو حذف کنید. I could travel to Spain. I am traveling to Spain. تو درس 5 میخونیم اگه امویزارم، چون یکی از اون فعلایی که هم فعل کمکی میتونه باشه هم فعل اصلی، اگه بعدش فعل بیاد تو زبان معلوم ing میگیره که بعدا میخونیم. شما فقط در جریان باشید. I am traveling to Spain. در حال سفر به اسپانیا هستم. I was traveling to Spain. was برام گذاشته امویزار، اگه فعل بیاد بعدش ing میگیره تو زمان معلوم. در حال سفر به اسپانیا بودم، یاد داشتم سفر میکردم به اسپانیا. I must travel to Spain. باید سفر کنم به اسپانیا. یادتون باشه گفتیم الزامیه. I should travel to Spain. باید سفر کنم. یه ذره نصیحتیه، الزامش کمتره. I shall و I ought to travel to Spain که گفتیم میبایستی سفر کنم که منسوخ شده. من فقط برای اینکه ناقص نشه کتاب نوشتم. I do travel to Spain. مهمترین فعل کمکی ما. هر روز به اسپانیا سفر میکنم. دیگه معنی انجام دادن نمیده چون فعل کمکی اومده. I did travel to Spain. به اسپانیا سفر کردم. دوستان اینجا رو یادتون باشه خیلی مهمه. اجازه بدید من هایلایتش کنم. این دو فعل کمکی یعنی do does و did، این دو تا فعل کمکی دوستان جلوتر میخونیم در جمله عادی حذف باید بشن. 3 نوع جمله داریم: جمله خبری یا هم جمله عادی، منفی و سوالی. تو جمله خبری یا جمله عادی این 3 فعل کمکی یعنی do does و did حتما باید حذف بشن. جلوتر تو درس 4 کامل اشاره کردم. اما تو جملات منفی و سوالی درس بعد اشاره خواهد شد. حتما باید مثل بقیه فعل کمکی ظاهر بشن. پس یه نتیجه‌گیری کلی کنیم. 21 فعل کمکی داریم. بین این 21 فعل کمکی فقط 3 تاش یعنی do does و did تو جمله عادی یا خبری باید حذف بشن و بقیه هرگز حذف نمیشن. حالا جلوتر باز اشاره خواهیم کرد، فقط در حد همین. بنابراین جلوتر دیگه نمیگیم I do travel، میگیم I travel to Spain. دیگه نمیگیم I did traveled، میگیم I traveled. اسم دوم فعل میاریم که 5 دقیقه دیگه بهش میرسیم. I have traveled to Spain. I have traveled. گفتیم have هم فعلی که هم فعل کمکی هم فعل اصلی. الان به عنوان فعل کمکی اومده. نگاه کنید فاعل، فعل کمکی، فعل اصلی. چون فعل کمکی معنی have هم میده. سفر کردم به اسپانیا. یه نفر میخوام تا سفر کردی؟ میخواد تجربه‌اش رو بیان کنه. بعد بگی بله سفر کردم. Yes I have traveled. گفتیم فرقش با دیدینی که دیده زمان دقیقی میاد که جلوتر تو درس 15 کامل بهش خواهیم پرداخت. I had traveled to Spain. به اسپانیا سفر کرده بودم. I may travel to Spain. شاید ممکنه به اسپانیا سفر کنم. احتمال زیادی داره. I might travel to Spain. شاید ممکنه به اسپانیا سفر کنم. احتمال خیلی کمتری داره. I will travel to Spain. به اسپانیا سفر خواهم کرد. I would travel to Spain if سفر میکردم اگه اتفاق میافتاد. که میگم قطعه 4 کتاب کامل به این موضوع خواهیم پرداخت.
حالا دوستان عزیزم، شما باید هر فعلی که بلد هستین، اون نیم ساعتی که به من قول دادین تمرین کنین در خونه، هر فعلی که بلد هستین باید به جای travel to Spain در واقع substitution کنین، یعنی substitute کنین، یعنی جایگزین کنین. نگاه کنین، به جای travel to Spain بگین work، مثلا همین فعلی که بلد، یعنی کار کردن. I can work، معنیش آقا ریزا می‌نویسه. I could work، I am working، I was working، I must work، I should work، I shall work، I work یا I do work که میگیم جلوتر حذف میشه. باز میخوام I worked یا I did work، I have worked، I had worked، I may work، I might work، I will work و I would work if. اینجوری به کار میره. فعل بعدی که مثلا بلد هستین، فعل write. I can write a book، I could write a book، I am writing a book، I was writing a book، I must write a book، I should write a book، I shall write a book، I write a book، I wrote a book. 2 دقیقه دیگه خواهیم خوند. بعد دید بعد قسمت دوم فعل بیاد که چند دقیقه دیگه میخونیم ان شاء الله. اینجا I wrote یعنی گذشته فعل write. I wrote a book. I have written a book. بعدم میخونیم چند دقیقه دیگه به صورت جزئی و درس 5 کامل میخونیم. ببخشید درس 6 کامل میخونیم. بعد حواس بعد قسمت سوم فعل بیاد یعنی write، wrote، written یا آمریکایی میگن written. I have written a book یا نوشته ام. I had written a book. I may write a book. I might write a book. I will write a book. I would write a book if. ادامه جمله. الان من فقط 2 تا مثال زدم دوستان چون نمیخوام زمان گرفته بشه و فیلم آموزشی کسل کننده بشه. شما هر فعل بلد هستین باید ببخشید روش قفلی بزنید. یعنی روش قفلی. بعد تا میتونین این فعل اصلی رو تغییر بدین با همین فعلای کمکی. میشه من تو کتاب اشاره کردم تو مقدمه کتاب. فقط توی 14 درس اول یعنی قطعه اولی کتاب میخوام شما بتونید جملات درست و صحیح تولید کنید. نمیخوام حفظ کنید، نمیخوام شما اخبار انگلیسی گوش کنید و لیسینینگ تقویت بشه. فقط بتونید خودتون یه خط جمله درست یه خط یا جمله درست تولید کنید که بهش میگن بحث اکورسی تو زبان، یعنی جملات درست و صحیح بسازید. فلوئنسی یعنی بحث این که شما بتونید خیلی روون با لهجه خوب صحبت کنید که بدون یاد گرفتن گرامر درست، بدون یاد گرفتن ساختار درست و کلمات درست حاصل نمیشه. شما باید پله پله برید جلو. الان تو درس اولیه فقط هدفم اینه که شما یه جمله خیلی کوتاه و سالم و صحیح در بیاریم. این هدف اصلی من تو این کتاب هستش. پایینتر نوشتم 21 فعل کمکی هست. اینجا اشاره کردم دوداز و دید تو جملاتی باید حذف بشه که جلوتر اشاره کردم کامل. خب بچه‌ها همونجور که می‌بینین می‌خوایم اواسط هر فیلم توی دوره یه سری عکسای 360 درجه بذاریم و بر اساس همون گرامر ساختاری که خوندیم جمله بندی کوتاه داشته باشیم که شما ویژوال لرنینگتون تقویت بشه. میخوام بگم این چند نوع یادگیری داریم ولی یکی از بهترین روش یادگیری برای اکثر زبان آموزا ویژوال لرنینگ هست، یعنی از طریق دیدن و بینایی بیشتر میتونن یاد بگیرن. بریم که مرور کنیم. This is a great movie named Matrix. It was for 1999. It was for 1999. I can watch this movie thousands of times. I can watch this movie thousands of times because I love it. I could watch it last night, but I was so tired. I am watching this movie right now. I was watching this movie last night when you called me, or you did call me. I should watch this great movie again. I must watch this great movie again.
I do watch or I watch this movie every day. I did watch or I watched this movie last night. I have watched this movie at least 100 times. I had watched this movie before. I may watch this movie again. I might watch this movie again. I will watch this movie again. I would watch this movie if I downloaded that. خب بچه‌ها همونجور که مشاهده کردین فعل کمکی نشوندن زمان جمله و خیلی مهمن و تو هر جمله یه فعل کمکی میخوایم. بریم سراغ ادامه درس. و همونجور که تو صفحه اول درس نوشتم تمام جملات اینجوری ساخته میشه: فاعل، فعل کمکی، فعل اصلی. یه مرور کنیم. فاعل یعنی کننده کار که خوندیم I, you, he, she, we, you, they. فعل کمکی یعنی که فعل کمکی داریم که زمان جمله نشون میدن و فعل اصلی. تو این صفحه یعنی صفحه 11 اشاره کردم فعل اصلی کاری که انجام میشه، عملی که انجام میشه. توی انگلیسی هزاران فعل اصلی داریم، میگن تقریبا 20,000 تا فعل اصلی تو انگلیسی وجود داره. اشاره کردم انتهای کتاب دوستان 1000 تا از مهمترین فعل‌های اصلی اشاره کردم. الان بهتون نشون میدم. انتهای کتاب یعنی از صفحه 461 تا 487 1000 تا از مهمترین فعل‌ها رو تو این سال‌ها استخراج کردم. یعنی 10 سال فیلم نگاه کردم، کلی موزیک شنیدم، کلی کتاب خوندم، ببینم کدوم فعل‌ها اصلا بیشتر کاربرد داره و بسامد بیشتری داره. از صفحه 461 تا 487 1000 تا فعل کمکی فعل اصلی رو میخوام به ترتیب الفبا اشاره کردم. شما برای اینکه زبان آموزی خوبی باشه میگن تقریبا باید 200 تا فعل خیلی مهم بلد باشین، 200 یا 300 تا رو که این نکته هم تو کتاب نوشتم هیچ زبان آموزی شما پیدا نمی‌کنید تو هیچ زبان مادری. مثلا فکر کنید تو زبان زیبای ما یه فرد فارسی پیدا کنید که یه هموطنی پیدا کنید که به تمام فعلای پارسی در واقع مشرف باشه و هم معنی‌هاشون بدونه. الان آقایون دارن یه کار مفیدی میکنن و واژه‌نامه سخن رو دارن تمدید میکنن بعد چندین سال، یعنی ورژن جدید ازش میارن. یه خبر خوشحال‌کننده اینه که در واقع کلماتی که با الف شروع میشه تو فارسی، حالا چه فعل چه صفت چه کلمه، بالغ بر 900 صفحه شده. یعنی الان حروف بعدی من شروع میکنم، یعنی کلماتی که تو فارسی با حرف الف شروع میشه 900 صفحه حرف داریم دوستان ما. و آیا کسی میشناسین که به تمام این کلمات واقف باشه و معنی همشون رو بدونه؟ به نظرم امکان نداره. و انگلیسی هم همینه. شما الان به انگلیسی زبان مثلا بگین یه فعل مثلا خیلی کم کاربرد، فعل قدیمی مثلا به کار بریم، معنیشو نمیدونه و خیلی زمان بره و اصلا چون منسوخ شده به کار نمیره. شما در بحث اول اینجا نوشتم بعد به حداقل فعلای مهم و خیلی پرکاربرد اشاره داشته باشین. از همین رو من از همون هزار فعل انتهای کتاب تو هر درس مثلا یه صفحه 15 یا ابتدای درس دو برین تو هر درس من تقریبا 20 تا 30 تا فعل رو اشاره کردم از همون هزارتای فعل انتهای کتاب. همونجور که می‌بینید اولین فعل drive, ride, swim, fly اشاره کردم. ابتدای هر درس فعلای اشاره کردم از همون هزارتا و برای همین به این منظور که تو همون درس همون فعل‌ها مثل drive و ride و swim اشاره شده بر اساس گرامر همون درس. مثلا درس 2 راجع به can, could, to be must وجود کامل می‌خونیم و این فعل اصلی همون درس هستن. اول سه قسمتش رو می‌خونیم بعد میریم سراغ درس. بریم همون صفحه قبل، صفحه 11. میخوام بگم دوستان هر فعل اصلی ما روزی یعنی تو هر دوره آموزشی 20 تا 30 تا فعل یاد میگیریم. شما خواهشاً به این 20 تا 30 تا فعل بعد مشرف باشین، بعد
مسلط باشیم به این 20 تا فعلی که هر دست ابتدای هر دست می‌کنیم. و نکته مهم اینجاست که دوستان در واقع اینو میخوام بگم، هر فعل انگلیسی 3 قسمت داره دوستان. اگه اینجا مشاهده کنین، هر فعل انگلیسی شامل 3 قسمته: زمان حال اون فعل، زمان گذشته اون فعل و قسمت سوم بهش میگن اسم مفعول. اسم مفعول اینجا نوشتم دوستان، قسمت اول هر فعلی زمان حال اون فعل رو نشون میده. بس تمامی فعلایی که قسمت اول دارن زمان حال رو نشون میدن برای همون فعل. قسمت دوم تمام افعال دوستان، فقط یه فعل نه، تمام افعال زمان گذشته رو نشون میدن برای همون فعل. و قسمت سوم اینجا اشاره کردم 3 تا کاربرد مهم داره. 3 تا کاربرد داره که به نظرم زمانهای کاملش مهمترین کاربردشه. اولین کاربرد قسمت سوم هر فعلی نشون دادن زمان کامل اون است که جلوتر می‌خونیم. نوشتم درس 6، درس 17، درس 29 و درس 42 به ترتیب و به طور کامل اشاره خواهم کرد. خیلی کلی بگم، زمان کامل بیشتر بیان تجربه ها رو نشون میدن. یکی دیگه از کاربرد قسمت سوم برای نشون دادن زمان مجهول هستش که در قطعه انتهایی کتاب، قطعه 5 کتاب کامل بهش خواهیم پرداخت. و یک کاربرد دیگه هم برای صفات مفعولی یا صفات وصفی هستن که اونم قطعه در دروس 38 و 48 کامل بهش خواهیم پرداخت. اگه بخوایم پله پله بهش نگاه کنیم، برای قطعه اول کتاب و قطعه اول پکیج آموزشی ما از قسمت سوم فعل فقط به عنوان نماهای کامل یا بیان تجربه نگاه می‌کنیم. بعداً تو قطعات بعدی و درسنامه‌های بعدی به زمان مجهول و صفات وصفی هم خواهیم پرداخت. پس یادتون باشه دوستان، قسمت اول زمان حال، قسمت دوم زمان گذشته، قسمت سوم اسم مفعول که تو این ترم بیشتر برای بیان تجربه به کار می‌بریم. این نکته خیلی مهم گفتیم، تمام جملات اینجوری ساخته می‌شد: فاعل، فعل کمکی و فعل اصلی. گفتیم قبل هر فعل اصلی بعد حتما یه فعل کمکی بیاد. اینم اشاره کنم دوستان. الان نگاه کنید، مثلا فعل رفتن، ما اولین کار که می‌کنیم باید 3 قسمت هر فعلی بلد باشیم. فعل رفتن 3 قسمتش همیشه اینجوریه و خواهد بود و تغییر نخواهد کرد. go, went, gone. هر فعلی به نظرم 5-6 بار بیان کنید میتونه ملکه ذهنتون بشه. مثل جدول ضرب، ما با دلیل و برهان و استدلال نمیگیم چرا 5 تا میشه 25 تا، چون تکرار شده تو ذهن ما، ثبت شده و ملکه ذهن شده. الان اگه 5 بار بگین go, went, gone, go, went, gone, go, went, gone، خیلی موقع تو ذهنتون میمونه و روزی نیم ساعت تمرین داشته باشین که چه بهتر، برای همیشه تو ذهنتون میمونه. الان نکنین فعل رفتن میشه go, went, gone، همونجوری که گفتیم، درسته؟ این فعل قسمت اولش گفتیم قبل هر فعل اصلی باید یه فعل کمکی باشه. اگه یادتون باشه گفتیم 21 فعل کمکی داریم که زمان رو با نشون میدن. قبل گو، یعنی قسمت اول فعل رفتن، حتما باید یه فعل کمکی بیاد به نام do does، چون do does معنی میر میداد، یعنی زمان حال نشون میداد. ولی اگه مشاهده میکنین do does رو تو پرانتز نوشتم، یعنی قبل قسمت اول تمام افعال do does میاد، اما همونجوری که گفتن جلوتر خواهیم خوند تو جملاتی حذف میشن. قبلا ظاهرا میگفتن انگلیسی‌ها میگفتن I do go، به دلایل اجتماعی و ممکنه سیاسی و حتی یا شاید روانشناسی دوداز حذف کردن. حالا من جلوتر بهتون توضیح خواهم داد. تو زبان فارسی هم از دو تا فعل کلمه می رو حذف کردیم، فعل داشتن و فعل هستن. انگلیسی از تمام فعل‌ها حذف کردن فعل دوداز رو، یعنی فعل کمکی دوداز که معنی میده. ما تو زبان زیبای فارسی ما قبلا میگفتیم دوستت میدارم. بچهای افغانستان، بچهای تاجیکستان هنوز میگن دوستت میدارم، من 2 تا برادر میدارم، یه ماشین خوب میدارم. ما شاید فکر کنیم اشتباه باشه، ولی اون دوستان دارن درست، یعنی زبان پارسی رو اصیل‌تر صحبت میکنن. ما تو زبان پارسی از فعل داشتن و فعل هستن می رو حذف کردیم. قبلا میگن طبیب می هستم، خباز می هستم. الان یه 200 ساله ظاهرا از دوره قاجار به بعد میگن پزشک هستم، خباز هستم، آرش هستم، دیگه می هستم. ولی انگلیسی ها از تمامی افعالشون کلمه می رو حذف کردن. نمیدونیم، خودشون هم نمیدونن چرا. از هر زبان آموز، از هر زبانشناسی سوال کنین دلیلشون نمیدونه. دلیل اجتماعی داره. زبانشون یه پدیده زنده‌ایه، هر روز تغییر میکنه. خود مردم تغییر میدن اینو، حتی خیلی جالبه. خود مردم کوچه و بازار، مردم خیابون، مردم هر شهری ممکنه زبان تغییر بدن و اگه مورد استقبال قرار بگیره عرف جامعه میشه در واقع. نصیحتون باشه دوداس فعل کمکی قسمت اول تمام افعال هستش ولی حذف میشه. بعدا میخونیم برای منفی سوالی ولی حتما ظاهر میشه. بس به جای میگیم I do go میگیم I go. و گفتیم دوداز معنی با معنی میشه میرم، فلانجا میرم. قسمت دوم تمام افعال یه فعل کمکی داره به نام دید دوستان. گفتیم دیدم مثل دوداز حذف میشه به دلیلی که معلوم نیست. پس قبلا میگم I did went، مثلا رفتم فلانجا. الان دیگه نمیگن، میگن I went. دیدم حذف میشه. درس 15 کامل خواهیم خوند که
برای منفی سالی دیدم مثل دودا ظاهر میشه که جلوتر خواهیم خوند. اما فعل کمکی قسمت سوم فعل یعنی have و has، همونجوری که مشاهده میکنید تو پرانتز ننوشتم، یعنی قبل قسمت سوم فعل باید have و has رو ظاهر کنیم دوستان. یعنی برای بیان تجربه، البته برای مجهول اینا فرق داره که برای میخونیم. برای بیان تجربه قبل قسمت سوم باید have و has ظاهر کنیم. بس بعد بگیم I have gone، فلان جا رفته ام. پس این مرور کنیم I do go که میشه I go، یعنی میرم. I did went که الان میگیم I went، رفتم فلان جا. I have gone، رفته ام فلان جا. یه فرمول خیلی راحت دوستان، این فرمول پیشنهادی خود منه، از هیچ همکاری قرض نگرفتم. دوستان نگاه کنید تمامی افعال رو، اجازه بدید من یه بار دیگه فعل های انتهای کتابو بیارم. تمامی افعال، مثلا فعل شماره یه فعل مرسوم باشه که شما شنیده باشین، مثلا فعل شماره، حالا فعل زیاد پرکاربردی به کار نمیتونیم ببینیم اینجا، مثلا فعل دوستان خدای من، مثلا فعل هرچی فعل داریم فعلای کم کاربرد که معمولا نشدیم، میخوام این فعل انتخاب کنم که بسامدی بالایی داشته باشه و شما شنیده باشین. مثلا فعل سی سا سین، اولین کار اینه که باید سه قسمتش رو حفظ کنیم. سی سا سین، سی سا سین، سی سا سین. وقتی میگه I see your brother every day، I see your brother every day، قسمت اول فعل اومده، دو دادش حذف شده دوستان، فقط برای این فعل نیست، همه فعل ها I see your brother every day، هر روز برادرتو میبینم، با می معنی میشه چون قسمت اول فعله. I saw your brother، برادرتو دیروز دیدم، برادرتو دیروز دیدم، I saw، دیدش حذف شده برای همه فعل ها. میخوام تا حالا برادر من دیدی، میخوام برای بارها دیدم ایشونو. I have seen your brother، I have seen یا I've seen your brother. قبل قسمت سوم هوا هست برای تجربه حتما باید بیاد، درسته؟ فعل بعدی نگاه کنیم، مثلا فعل پرکاربرد، مثلا مثل مثلا اسمایل، لبخند زدن. اسمایل فعل شماره 819. I smiled، الان قسمت اول فعل اومده یعنی لبخند میزنم. I smiled قسمت دوم فعل اومده دوستان. این نکته مهم که جلوتر درس 6 میخونیم. نگاه کنید دو تا اسمایلد داریم. بعضی افعال با قاعده هستن، صفحه 48 کامل اشاره کردم. بعضی فعلا با قاعده هستن یعنی قسمت دوم سومشون ایدی میگیره. الان قسمت دوم سوم ایدی گرفته ولی شما نباید گمراه بشین. اگه بگی I smiled یعنی قسمت دوم فعل اومده، یعنی دیدش حذف شده. لبخند زدم دیروز، پیروز، 2 دقیقه قبل. اگه بگی I have smiled، اگه have بیاد شما متوجه میشین که قسمت سوم فعل تجربه رو نشون میده. لبخند زدم بارها مثلا فلان جا. فعل بعدی فعل تقریبا پرکاربردی، البته بدآموزی داره ولی فعل smoke. I smoke، سیگار میکشم. I smoked، الان به نظر شما I smoked علیرضا زحمتشو میکشه و زیرنویس میکنه. الان I smoked معنی چی میشه؟ بله میشه سیگار کشیدم، یعنی قسمت آفرین علیرضا، خود علیرضا هم جواب داد. وقتی میگه I smoked یعنی سیگار کشیدم، قسمت دوم فعله. اگه علیرضا و دوستان بگه I have smoked یعنی چی؟ دم شما گرم، سیگار کشیدم. این طرف سیگار کشیدی؟ بله بابا من کلی خلاف داشتم، 10 سال زندانی داشتم از این حرفا. یعنی جدیدا متاسفانه یه عرف شده که مثلا میگن طرف میگه 5 سال حبس داشتم، یه جور افتخار و یه نوع امتیاز متاسفانه. و فعل آخر که میخوام مثال بزنم فعل پرکاربرد مثلا stay هستش. stayed یعنی ماندن. وقتی میخوام بگم I stayed in بابرسر یعنی چی؟ I stayed in بابرسر به نظرتون قسمت چندم فعله؟ قسمت دومه، یعنی بابرسر موندم. وقتی میگه I stay in بابرسر قسمت اول فعله. قسمت اول با چی معنی میکنیم؟ می. آفرین، بابرسر میمونم. I have stayed in بابرسر for 10 days، مثلا 10 روزی از بابرسر مونده ام. اینجوری به کار میاد، تجربه رو نشون میده. پس دوستان میخوام بگم فقط یه فعل نه، تمامی افعال 3 قسمت دارن. قسمت اول فعل، قسمت دوم، قسمت سوم. قسمت اول فعل با می معنی میکنیم همیشه، قسمت دوم با ام معنی میکنیم، قسمت سوم با ه و ام برای تمام فعلا. مثلا میگه مثلا فعل solve شماره 831 I solved the problem مشکل حل میکنم. I solved the problem مشکل حل کردم. I have solved the problem مشکل حل کردم. چون وقت نمیتونم همه فعلا اشاره کنم، بریم همون صفحه 11 اگه اشتباه نکنم. بله صفحه 11. الان من 3 تا فعل اشاره کردم. فعل go went gone یعنی رفتن.
فعل بعدی watched تماشا کردن. watched الان I watch تماشا میکنم، I watched تماشا کردم، دیدش حذف شده. I have watched تماشا کردم. فعل بعدی فعل اتوماتیک هست که صفحه 48 کامل میخونیم. read کسی نمیدونه چرا قسمت اول read قسمت دوم read خونده میشه. باید حفظ کنیم. زبان کشور میخوایم یاد بگیریم، باید پارامترهای اون رو رعایت کنیم. I read books کتاب میخونم. I read a book مثلا یه کتاب خوندم. I read a book. I have read a lot of books. بازم I have read a lot of books. کلی کتاب خونده هم. مثلا اینجوری به کار میبریم. بریم با این صدا فعل کلی مثال نوشتم. صفحه بعد بریم بخونیم. صفحه بعد میگه با اولین فعل رفتن بود، یعنی go went gone. I go university دانشگاه میرم. قسمت اول فعله. چرا فعل کمکی نداره؟ درسته، چون دودادش حذف شده. I went university دانشگاه رفتم. قسمت دوم فعله. تمام فعل قسمت دوم دیدش حذف میشه. خیلی مسخره است واقعا. میشه دانشگاه رفتم. I have gone university have اومده و قسمت سوم فعل رفتن go went gone دانشگاه رفتم. اینجا اشاره کردم مجدد برای این کسایی که مدرس ندارن خودشون میخوان بخونن. قسمت اول فعل با می، قسمت دوم با ام، قسمت سوم هو هم معنی میشه. فعل دوم تو همون صفحه 11 فعل watch بود، تماشا کردن. watched یعنی تماشا کردن. I watch کارتون تماشا میکنم، نگاه میکنم. I watched cartoon ایدی گرفته، هم میتونه دوم باشه هم سوم فعل باشه، اما چون هوا از نیامده و دیدش حذف شده قسمت دوم فعله. کارتون تماشا کردم، نگاه کردم. این شب پریشب 2 دقیقه پیش. I have watched کارتون تماشا کرده هم، هوا از و قسمت سوم. بچه‌ها اینجا این نکته خیلی خیلی مهم هست. گوشزد 1 که چند دقیقه دیگه میخونیم. من دیگه واقعا استاپ زدم، خیلی خستم. الان میرسم خدمتتون. خب بریم سراغ گوشزد 1. دوستان اینجا نوشتم اگه فعلی ایدی بگیره افعال باقاعده حساب میشه که صفحه 48 و ابتدا درس 6 کامل میخونیم. و حالا نکته مهم اینجاست که اگه انتهای هر فعلی فقط این دو حرف باشه دی و تی باشه، این ایدی یعنی ایدی باید خونده بشه اگه انتهای فعل باشه. مثلا نگاه کنید 2 تا مثال نوشتم. trust یعنی اعتماد کردن، افعال باقاعده است یعنی حتما قسمت دوم سومش ایدی میگیره. trusted همونجوری که میبینید حرف آخرش کلمه تی هستش. ببخشید چون اینجا تی داره، این بذارید من اینو هایلایت کنم که متوجه بشین. چون حرف آخرش تی هستش، این ایدی باید خونده بشه. trusted چون نمیتونیم بگیم trusted تو خونده نمیشه و خانه حساب یعنی خانه خونده نمیشه، برای همین میگیم trusted. فعل بعد نگاه کنیم play، حرف آخرش وای هستش. وای دیوتی نیست، درسته؟ پس نمیگیم played چون آخرش وای هست و دیوتی نیست، یه ایدی خونده نمیشه، پس میگیم played. برای اینکه این مبحث تفهیم بهتری بشه براتون، بریم صفحه 485 کتاب، مثلا اون فعلای آخر کتاب. مثلا نگاه کنید دوستان، اولین یه فعل مثلا که براتون مثال بزنم صفحه 485 فعل، بذارید من اینو ایزا بزرگترش کنم. مثلا فعل تاک، فعل شماره 908 آخرش کی هستش. talked نمیگیم تاک. فعل مالیات بستن taxed حرف آخرش x هستش نه x. taxed. فعل بعدی فعل tempt وسوسه کردن. tempted چون آخرش تی داره. فعل بعدی tend تمایل داشتن، گرایش داشتن، آخرش دی داره. ایدی باید خونده بشه برای دوم سومش. tended. فعل بعدی مثلا tie بستن. tied فعل بعدی train آموزش دادن. trained چون آخرش n هستش. train. فعل بعدی فعل travel سفر کردن. traveled حرف آخرش چون ایدی خونده نمیشه. و آخرین فعل مثلا trust که گفتیم try حرف آخرش y هستش، دیوتی نیست، پس نمیم tried. برگردیم همون صفحه 12 گوشزد 1 گفتیم. گوشزد 2 گفته زیاد مهم نیست، ولی بعدا خودتون میخونید. هر فعلی که آخرش p f s k x s h و ch باشه اگه ایدی بگیره اون د ت خونده میشه. مثلا واش حرف آخرش sh هستش، نمیگیم washed ناخدا ت خونده میشه. washed
اینجور خونده میشه. این صفحه 11 آخرین فعلی که خوندیم اولین فعل بود go went gone، دومین watch سومین بود read. بریم با مثال بزنیم. این فعل سه قسمتش بود read اگه یادتون باشه. مثال اول این نوشته I read Animal Farm every day. Animal Farm اسم رمان خیلی معروفه که چاپ‌های زیادی در ایران شده، این رمان خیلی زیبا، و فکر می‌کنم اولین بار آقای امیرشاهی اینو که ترجمه کرد نگفت مزرعه حیوانات، چون این رمان یه مزرعه‌ای بود که به حالت قلعه در میاد و حیوانات کودتا میکنن تو مزرعه، گفته قشنگ ترجمه کرد ایشون سال 1348 ظاهرا اون قلعه حیوانات. به قول آقای رضا کودتاگر بودن ایشون. I read Animal Farm every day. الان ببینید دوستان این فعلی که اتوماتیک هست، یعنی سه قسمتش یکیه، یعنی read از قید زمانیش باید متوجه بشیم قسمت چندم فعله. الان شما every day یعنی هر روز، این قسمت اول فعله، دوتاش حذف شده. هر روز این رمانو میخونم، اینقدر علاقه دارم بهش. I read Animal Farm last year. واژه last اومد یعنی گذشته، این قسمت دوم فعل باید باشه، دیدش حذف میشه. I read Animal Farm last year. قسمت سوم که مشخصه حواس میاد. I have read Animal Farm 10 times. 10 بار این رمان خونده ام. تجربه رو نشون میده. دیگه داریم به انتهای درس میرسیم و نکته خیلی مهمه. گفتم آقا 8 صفحه نوشتم در اول که بگیم همه جمله اینجوری ساخته میشه، فاعل، فعل کمکی، فعل اصلی. همونجوری که مشاهده کردین امروز فقط این سه تا رکن جمله توضیح دادیم. درس آتی به ترتیب فعل کمکی اشاره می‌کنیم و فعل اصلی شو. و این نکته خیلی مهمه دوستان. به عنوان نکته آخر بعد عرض کنم بعد این سه رکن جمله که الزامی هستن، یعنی فاعل باید بیاد، بعد فعل کمکی، بعد فعل اصلی. ارکان دیگه که هنوز نخوندیم مثل مفعول، صفت، قید مکان، زمان و ده ها ارکان دیگه در جمله یعنی جایگاهشون الزامی نیست مثل این سه تا اولی. میتونید تغییر بدین. حالا درس‌های بعدی میخونیم. قید چیه، صفت چیه، اسم چیه، همه رو میخونیم. یعنی میخوام بگم اول فاعل، فعل کمکی، فعل اصلی رو میارین، هر جا رو خواستین تغییر بدین. البته اینجا نوشتم توی نوشتار هر زبانی یه سری قواعد سفت و سخت هست که میگه باید رعایت بشه، اما تو گفتار مثلا تو نوشتار میگه اول معمولا قید تکرار رو بیاریم، بعد قید حالت، بعد مکان، زمان که درس 10 کامل میخونیم مثلا قید چیه. ولی درس 11 درس 11 کامل میخونیم، اما تو گفتار اصلا مهم نیست. شما فاعل، فعل کمکی، فعل اصلی بیارین، بعد هر جا رو خواستین تغییر بدین. 7 تا مثال نوشتم دوستان، هر هفته یه جمله است، اما نکنین زیر اینکه خط کشیدم فاعل، فعل کمکی، فعل اصلی ثابت میاد، بقیه یه جا مکان بیاری، یه جا مفعول بیاری، یه جا زمان بیاری، مهم نیست تو گفتار. I can travel to Kashan by my car today with my friends. میتونم سفر کنم به کاشان رو با سبز نوشتم. by my car با زرد نوشتم. today امروز غیر زمان با آبی نوشتم. with my friends با دوستان با قرمز نوشتم. همین مثالو همینجوری مشاهده می‌کنید. اول I can travel اشاره کردم، بعد to Kashan today with my friends by my car. مثال سوم I can travel with my friends to Kashan by my car today. I can travel with my friends by my car to Kashan today. مثال بعدی همون مثاله I can travel today by my car with my friends to Kashan. مثال بعدی I can travel by my car to Kashan today with my friends. I can travel to Kashan with my friends today by my car. از لحاظ رنگی نوشتم، هر رکن جمله که بگم این تغییر میکنه و فقط این سه تا اولی خیلی مهمه که باید ثابت بیان، فاعل، فعل کمکی، فعل اصلی. دوستان عزیزم درس اول تموم شد، خدا رو 1000 مرتبه شکر. ما حداقل 4-5 سال اینجا بودیم، یه روز شد فکر کنم از پشت سر متوجه بشین که خورشید طلوع کرده. همونجوری که می‌بینین انتهای درس یه سری تمرین نوشتم بر اساس همون درس. میگه فعل کمکی مناسب انتخاب کنین. اول فارسیش بیزنم بخونین. میتونم امروز تلویزیون تماشا کنم. I جا خالی watch TV today. چون من میتونم I can watch TV. فردا تلویزیون تماشا خواهم کرد. فعل کمکیش خواهمه. I will watch. به ترتیب بعد انجام بدین. دوستان عزیز خواهش دارم هر درسی که تمام کردین تمرین میخواین انجام بدین، تمرین‌ها با مداد بنویسین. اگه کتابو تهیه کردین با مداد بنویسین و انتهایی که با مداد نوشتین مهم نیست غلط درست باشه. می صفحه 446 جواب تمرین نوشتم، در واقع بله جواب تمرین نوشتم و شما میتونید اونجا جواب درست رو پیدا کنید، یعنی خودتون اصلاح کنید اگه جای اشتباه داشته باشین. و یه سری تمرین دیگه هم هست که بعد به انگلیسی ترجمه کنید، انجام بدین و اشتباه خودتون پیدا کنین و هر روز سعی کنین فعلش رو تغییر بدین، فاعلش رو تغییر بدین، به جای آی بکنین هی، شی، ایت و انقدر تمرین کنین که تو ذهنتون بشینه. خب دوستان به انتهای درس اول رسیدیم توی پکیج خودمون. فقط یه 2 تا نکته هست که باید بگم. انتهای هر درس سعی کردیم یه سری موزیک ویدیوهایی که بیشتر
آهنگای مورد علاقه خودمون هستش رو بر اساس هر درس براتون ارائه بدیم که هم یه در واقع تایم استراحتی باشه و همون ساختارها توی ویدیو کلیپ ها ببینین. و نکته آخرم اینه که انتهای هر درس همکار عزیزم خانم آبسالان که یکی از بهترین مدرسای منطقه هستن افتخار دادن و قرار بر اساس هر درس و ساختارهای اون برای شما یه سری پاراگراف رو به انگلیسی ارائه بدن. امیدوارم که بتونه این پکیج براتون مفید باشه. و این نکته هم خیلی مهم که الان همکارم اشاره میکنه اینه که حتما اگه درسی رو احساس کردین که یه ذره ضعف دارین، عجله نکنین، به درس بعدی ورود پیدا نکنین. حتما اون درس رو یه هفته بارها و بارها با خودتون تمرین تکرار کنین. شده فاعل رو تغییر بدین، فعل کمکی رو تغییر بدین، فعل اصلی رو تغییر بدین تا ملکه ذهنتون بشه و بعد وارد درس بعدی یعنی درس 2 بشین. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین و امیدوارم این پکیج براتون مفید واقع بشه. مرسی.